خب سلام علیکم، من محمدم. اومدم براتون این اینترودوشن چنل هست. اومدم که براتون توضیح بدم این چنل. بچه ببخشید اگر این نور یه ذره مشکل داره، این نورش رو تنظیم کنم. الان بهتر شد. اومدم براتون کانتنت ها رو توضیح بدم. اول از همه اینو بگم همه اینا دیلیه. دیلی یعنی چی؟ دیلی اینه که اینا هر روز آپلود میشه. این از این. حالا کانتنت ها چیه؟ کانتنت یکی مینی چته که اکثرش اینه. گیم بیشترش گیمه، یعنی مثلا گیم دیگه میگم بیشترش یعنی مثلا اینا رو میذاریم دیگه، یعنی تایمش بیشتره، وگرنه همه اینا رو ما میذاریم دیلیه. میگم هر روز هست، هر روز آپلود میشه. یعنی جوریه که شما وقت کم میارین که بشینین نگاه کنین. در این حد مینی چت گیم اکسپلور گردی مال چیزای کمدی و طنز، ویدیوهای سم اینستا که حالا الان براتون توضیح میدم داستانش چیه. بعد ارزم به حضورتون که مثلا ریاکشن به موزیکا، ریاکشن به داستانایی که اتفاق میفته، هرچی شما مثلا کامنت میذاریم میگه آقا به این ریاکشن برو، من ریاکشنشو میرم. البته چیز خاصی هم ببینم اتفاق میفته خودم میرم ریاکشنشو. حالا ارزم به حضورتون که دیگه چی داشتیم؟ ریاکشن و مینی چت و گیم و اکسپلور گردی و آره فعلا همیناست. منتها اینم بهتون بگم، چنل که یه ذره بیاد بالا، یکم سابسکرایب ها بیاد بالا، مثلا یکم را بیفته، به لطف شما حمایت کنید. من چالشای خیلی مثلا باحالی رو براش راه اندازی میکنم، مثلا try not to laugh، همین چالشایی که مثلا جدید مثلا میذارن تو یوتیوب دیگه. آره همین دیگه. من یه انترودوس خواستم برام از خودم برم. حالا من خودم رو کامل بگم. من خودم اسمم محمد حسین کامل، بچه لرستانم، خرم‌آباد، 19 سالمه. اینم دیگه یه انترودوس برم. نگید اصلا اسمش انترودوسه، خودتو معرفی نکردی، اصلا ربطی به یوتیوب نداره، ولی دیگه منتها ایراد نگیرید دیگه. هیچی دیگه، فقط ازتون میخوام لطفاً حمایت رو بکنید که دیگه من بتونم قشنگ براتون، من برای دل شما کار میکنم دیگه، به خدا. اینم بگم تو چنل ما فقط سیگما میاد، فقط سیگما. پسر حول اصلا تو چنل ما نمیاد. بیادم من سریع شناساییش میکنم، درجات چیزش میکنم، سیکشو میزنم. بعد مالی مثلا چاره کسی که میخواد یاد بگیره سیگما بشه، یاد میگیره میخواد لفظ بیاد مثلا فلان، چرا اون میتونه، اون بیاد، ما در خدمتش نوکرشم هستیم. آره دیگه اذیتتون نکنم، به خدا الان ساعت 7 صبحم هست. خیلی خوب. بعد اینو من براتون آپلود بکنم که اینترودوشن رو بریم. بعد این دقیقاً یه مینی چت هست که فکر اگه تا جایی که من دقیقاً درست چیز شده باشه، دقت کنین کل اون یوزرایی که برای من میان دختر میشن تو مینی چت، دخترن. چون من سیستمش رو پیدا کردم، چون تا قبلش میرفتم دیدم پسر میومد، گفتم بابا کانتنتمون در نمیاد. یه سیتینگش رو پیدا کردم، دختر میاد فقط. اینجوری کانتنتمون راحت در میاد، یعنی قشنگ نیم ساعته براتون قد 2 ساعت کانتنت میبندم که بشینین فقط بخندین، عشق کنین. بعد تازه اونم با ادیتو که بکنم دیگه اصلا ولش کن شما. یعنی اینو بدون ادیت نگاه کنید پاره دیگه، چه برسه به ادیت. آره دیگه مزاحمتون نشم بچه‌ها. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره، اون زنگوله بغلش هم بزنید که این ویدیوها که من میذارم، چون من هر روز دیلی میذارم دیگه،
اگه زنگوله رو نزنی خبر بهتون نمیده. زنگوله رو بذارید رو آل، نه فقط اون وسطیه، رو آل بذارید که قشنگ هر چی ویدیو گذاشتم بیاد براتون. من پلیلیست دارم، مثلا گیم داره، مینی چت داره، ریاکشن داره، ولی اینایی که مثلا متفرق است و اینا مثلا توی کاتگوری قرار نمیگیره میذارم، مثلا تو پلیلیست قرار نمیدم، یا مثلا یه پلیلیست میذارم براش مثلا متفرقه، یا مثلا بر فرض مثلا یه چیزی براش میذارم، مثلا یه ATC مثلا یه چیزی براش میذارم، یه اسم دیگه ای براش میذارم. بچه ها راستی من مثلا کانال تلگرام هم قرار دادم برای این چنل که اطلاع رسانی ها مثلا چیزا تو اینستا که آره استوری و اینا رو میذارم، اونم قرار دادم تو دیسکریپشن چنل. حالا تو این دیسکریپشن هم براتون میذارم. حالا کسی اگه مثلا بالاخره تو تلگرام که اوکیه، ولی حالا اگه خواست مثلا چیزی یه پیشنهادی چیزی داشته باشه، پیوی تلگرام هم من خواست من حتما تو چنل پیام بده، بیاد تو چنل یه پیام بده، یه پی ام بده، بگه مثلا من فلانی ام و اینا، آیدی این تلگرام تو بده، من آیدیمو میدم، بیاد ببینم پیشنهادی چیزی مشکلش چیه که با هم صحبت کنیم. دیگه وقتتون رو نگیرم، اینترودوشن تموم شد. با اجازه احترام نظامی به همه بچه ها، دمتون گرم که حمایتم میکنید. Let's go. Peace.